خیر دوستان عزیز، با یک آموزش جدید و تازه خدمت شما هستیم با آموزش برنامه پیکس لب. پیکس لب یه برنامه اندرویدی هست و روی سیستم عامل اندروید نصب میشه و خدمت شما عرض شود که گزینه‌های مختلف برای ادیت عکس و ادیت متن و ادیت تامنیل برای یوتیوب، ادیت کاور برای یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی داره. خب این محیطی که ببینید ما الان وارد شدیم محیط خود برنامه پیکس لب هست. اینجا گزینه‌های مختلفی داره، از جمله گزینه‌هایی که فعلا کاربردی هستش خیلی استفاده داره و ما توضیحات میدیم تا شما مستقیم اون گزینه‌هایی که لازمه رو یاد بگیرید و بعد از دیدن این آموزش بتونید کاملا روی این مسلط بشین و تامنیل و کاورها و یک سری عکس هایی که برای خودتون دارین ادیت بزنین و به راحتی کارتون انجام بدین. خب اولین گزینه پلاس هستش که وقتی روش وارد میشیم یا کلیک میکنیم قسمت تکست، current date، sticker، shapes from gallery و draw داره. خب هر کدوم از این گزینه هایی که اینجا براتون گفتم اینا هر کدوم یک کاربردی داره که اول کاربرد تکست رو ما اینجا امتحان میکنیم. وقتی روش کلیک میکنیم قشنگ اینجا یه تکست ایجاد میشه، تکست باکس، و تکست باکس رو وقتی روش کلیک کنیم دوبار یه تکست باکس دیگه ای باز میشه. اینجا میتونیم تکستی که لازم داریم برای خودمون متنی که میخوایم رو تایپ کنیم و اوکی میکنیم. خب متن باز شد و متن ما وارد شد و از این میتونیم بزرگترش کنیم، حالت کوچیک و بزرگ به حالت دستی، هندلینگ. از گزینه های هندل میتونیم حالت دستی بزرگ کوچیک کنیم و اینجا میتونیم تکست قبلی رو با زدن این سطل زباله حذفش کنیم. خب اینم از تکست ما که ایجاد شد. بعد گزینه بعدی current date هست. اگر زمان لازم باشه مثلا تاریخی رو ایجاد کنیم یا روی یک فایل بخوایم یک تاریخ ایجاد کنیم مستقیم روی current date بزنیم یک تاریخ برای همون روز وارد میشه که ما فعلا نیازش نداریم و روی دیلیت میزنیم. استیکر جایی هستش که یک سری استیکرهایی از پیش تعریف شده رو میتونیم ما برای تامنیل یا برای عکسی که میخوایم روش کار کنیم از اینجا میتونیم ایجاد کنیم و از این گزینه هایی که این پایین هستش میتونید انواع شیپ هایی که لازمه رو انتخاب کنین و اون رو توی قسمت ایدیتتون وارد کنین و یه سری تنظیمات دیگه این پایین داره، از جمله اپوسیتی که چند درصد اپوسیتی داشته باشه یا در روشنایی و دیده شدنش رو نشون میده، مقدار دیده شدن، گرادینت داره، کالر داره و میتونین از اینجا رنگی که برای هندل خواهیتون میشه انتخاب کنین یا گرادینت انتخاب کنین. یکی از اینا رو میتونین براش انتخاب کنین. تنظیمات پایین تری هم داره، میتونین استروک گرادینت براش اضافه کنین، کمتر کوچیکتر، اپوسیتیشو کم و زیاد کنین یا روشناییشو به عبارتی. همینطور رنگ استروک رو میتونین کم و زیاد کنین یا گرادینت به جای استروک استفاده کنین. هر کدوم از این گزینه ها رو که اینجا شما دستکاری کنین یک نحوی یک کاربردی داره و بلور ریدیوس یکم بلورش میکنه، مثلا خود استروکاشو حالت بلوری تبدیل میکنه و خیلی کارهای دیگه میشه باش کرد. خب اینم ما اینجا تو ادیتمون نیاز نداریم.